زوغ سیاه. بله منم. تو گفته بودی که دیگر با من وانه میخوری. وای، من برای سنجیدن تو گفته بودم. برای حسیات های تو نسبت من راست بودن و نبودنش رو سنجیدم، اما میبینم که راست نبودند. مگر این خیلی ممکن است؟ من کوشش کردم که به تو فهمونم، اما تو باشی گوش نکردی. چرا گوش میکردم؟ همش آشکار نیست مگر؟ تو فاتحه شده ایستاده ای. مجبورم. نیستی، به هیچ چیز مجبور نیستی زهرا. اگر مرا دوست داری فاتحه نکن. اگر یک جای شویم تمام مانعه ها رو پس سر میکنیم. باور کن. تو نمیدانی که من این رو چقدر میخواهم، اما تو رو نمیشناسم، رویت رو حتی ندیدم. زهرا، در اصل مرا تو بسیار خوب میشناسی. چی؟ میشناسم؟ بله، انسان در نزد چشمش بوده رو دیده نمیتواند. دایم به دوری ها نگاه میکند، حالا هم که حقیقت در پیش نظرش است. زاغ سیاه من. چرا میخندی؟ خرسند شدی؟ بسیار خرسند شدم. سمی چه خیر خرسند شدم. بسیار خنده آور است. زاغ سیاه تو هستی؟ زهرا، من بسیار جدی میگویم. سفزته نگوی. تو یعنی چه خیر تو این ناممکن است؟ چرا من از تو آنقدر پول گرفتم فکر کردی؟ تو حقی در گمرک بودت رو گرفتی؟ نه زهرا، من دیگر این حقیقت رو پنهان کرده نمیتوانم. سمی، کدام حقیقت؟ تو چی میگویی؟ زهرا، پولی از تو گرفتم را من به محتاجان تقسیم کردم. اما باور بکن تنگه به تنگه پولت رو بر میگردانم. سمی، چی علاقه دارد؟ چه خیل تنگه، چه خیل پول، چه خیل برگرداندن؟ زاغ سیاه هستی؟ سمی، عذر بخواهم، من دیگر این خیل نمی کنم. در حقیقت شوخی بسیار خوب کردی. یعنی تو حالا هم به من باور نداری ها؟ تو جدی میگویی؟ بله. سمی گوش کن، من بسیار به تو باور کردن میخواستم، اما این سفسطه است. سفسطه؟ با محتاجان کمک کردن مگر سفسطه است زهرا؟ تو مگر میدونی اونها چی عذاب ها میکشند؟ چه علاقه دارد؟ مایلش زهرا، التماس باور نمیکنه. اقلا اجازه ده گپ زنم. تو در حیاتت یکم بار شخصی به یک لقمه نان محتاج رو دیدی؟ تو از فقیری چی میفهمی زهرا؟ سمی، تو آیا از احوال پدری که با پسرش یک بازیچه خریده نمیتواند خبر داری ها؟ من انا با این خیل انسان ها کمک میرسانم زهرا. برای خرسندی در چشمانشون بوده رو دیدن، من برای آن خرسندی میمیرم زهرا. من خودم را با فقیران، با بینوایان مانند تویی که به دست راهزنان در می آیند، انسان هایی که مانند فرشته هستند بخشیده. یک ثانیه سمی، پس ما را از دست اون کنعانی دیوانه تو نجات دادی ها؟ بله.
پس رسم مادرم رو هم تو آوردی؟ البته. سمی جان آخر چی خیلی گویم باور کردن به تو اونقدر مشکل است که میدونم بسیار مشکل است زهرا. اینها رو برای اون میفهمونم که تو و شخصی که دوستش نمیداری و او رو نمیخواهی اویله بنیاد کردنی هستی. البته این حقیقت رو دانستنت لازم است. گوش کن، تو نمیدونی اما من از مراغ ظاهر کردن زاغ سیاه شبهای شب خواب نکردم. فهمیدی؟ و در حقیقت کی بودنی او رو بسیار فهمیدن میخواهم. اما چی؟ اما این است که چی؟ اما اینش است که سمی جان گفتن مشکل است. گفتن نمیتوانم. وقتی که تو ناگهانی گفتی چی گفتنم رو ندانستم. در درون تیاری به فاتحه رفته ایستاده است. تو باش اینجا با سمی صحبت میکنی. کنه بینیم. شب بخیر. من هم تو رو جستجو داشتم، اما اگر یکون چیزی مهم باشد من روم. نه، من به هوای تازه برآمدم. به هوای تازه برآمدی؟ آقای سمی هم به هوای تازه برآمده است. حاضر روبرو شدید؟ روبرو شدیم و گپ زده ایستاده بودیم. زیا جان پای بردم عزیزم. اگر مسئله شخصی باشد من میروم. نه، همین خیر بین خودمون گپ میزدیم. بین خودتون؟ بسیار خنک خوردم. خونه داریم عیب میشود. رفتیم. بله خیر باشد. اینها رو با اینجا این چو جمع شده؟ اگر یکان چیزی مهمی بود اینجا نمیگذاشتم. لباسا با چاچاق در اینجا گذاشته و اینها رو حجت اینجا جزاکالله خیرا کسی را. همش دیده. تمام. بسیار زیباشه زیبا. با خود هیچ کسی اینجا بودنی ما رو نمیفهمه. گزارش خواستم آمدن سردارم در روی میزتان. خوب تشکر. سردارم چی تو عقلت رو خوردی؟ اینجا چی کار میکنی؟ تو دیوانه شده ای؟ باز اینجا نهاری خورده ایستاده است. خانه نداری تو؟ نه سردارم. چی خیلی خانه نداری؟ سردارم ما رو با خدا کارتی را پیش کردم. معاشم رو که ندادن پول کارتی را دادن نتونستم. وجدان اینستانیم کمپیر خیره ای خانهشون سرم کرد. نیت دارم همینجا زندگی کنم. مگر اینجا جای زیست است؟ سردارم من شما را ناراحت نمیکنم. در حقیقت حتی اینجا بودنم رو حس نمیکنید. این مرا دیوانه نکن. زود امجامات رو جمع کن. سردارم اقلا یک شب مالم صغیرم به خدا. حجت آمده رو در کجا گذاشتی؟ با من نشون ده. نمیدونم سردارم، من خبر ندارم. تو هیچ چیز رو نمیدونی. هیچ چیز رو نمیدونی. این چی است؟ چی سردارم؟ این چیست؟ چرا در اینجاست؟ این تورسی که سردارم؟ تک پوش بدنشو میدونم احمق. اینجا چی میکابد؟ سردارم بلی با سر کس نرس که این گناه عظیم است. کشکشکی مرا نرس. این را گیر.
مرده چی میکنی؟ این جوراب چی کار میکند؟ این هم دلیل است؟ اینا از تو هن؟ آخه وقتی که از کوارتیر پیشم کردن دیگر ندونستیم که لباسم گجا برم. پسرم یکم چیز را دیدن نمیخواهم. چیزهای نالازم را در اینجا نبینم. زود لباسات را جمع کن به خانه ما میرویم. به خانه شما؟ بله، ینگت در خانه نیست. در خانه ما مهمان میشوی. رفته؟ نمیخوام شما را ناراحت کنم سردارم. تو البته مرا ناراحت میکنی، این را خوب میدونم، لیکن در اینجا ایستادنت را وجدانم نمیبردارد. در حقیقت اگر من در خانه که برم شما برای من غمگین میشوید. تو دیوانه ای مگر؟ البته که غمگین نشوم. چرا نشوم؟ مگر قلب من سنگین است؟ سردارم در حقیقت مرا دوست می‌دارد. خانم بسیار هم می‌ندار هستیم. برای ما بسیار هم برنامه جالب تیار کردید. تشکر زیاد به شما. بسیار خرسند شدم. خواطر نشوید، این فاتحه از همه برنامه مکمل ترین سالهای آخر می شود. تشکر. به این هیچ شبهه‌ای نیست سومن جان. بسیار می‌نداریم خانم سومن، بسیار خوشحال شدیم. خواهش میکنم. شبهای خوش. خیر میلش. شبی فاتحه با میخوره. ها باز اگر به سرطان یکان فکری نو آید به من زنگ زنید. میلش عزیزم، پگاه میبینیم. شب بخیر. شبی خوش. شبتان خوش. شبی خوش. شبتان خوش. این کار را با آدمانی باوری ناکس باریدیم. براحت خواب کرده میتونیم. خیر، با شرافتی کی؟ البته با شرافتی تو عزیزم. گوش کن جانکم، صدقاً میگویم بسیار شبی زیبا بود. تبریک میکنم. با فاتحه تیاری خوب دیدیم. حالا که خوشحال هستم این خیل گپ زده با عصبم نرس فروخ. عزیزم اخیر داماد رو گیر، مرا عزیزم نگو. تو رفته با آن دختر با آن زیبا سنمت عزیزم بگو. آخر تو چرا با من باور نمی کنی؟ بغیر از تو یگان عزیزی دیگر داشته نمیتوانم. شرم نداشته دروغ میگویی؟ دخترها تشکر زیاد برای آمدنتان. این خیلی گپ نظر نمیارزد. حالا کی میروید؟ اکنون میرویم. وقت را بسیار نغز گذراندیم. رقص زیبا بود. تشکر زیاد. خیلی میله. شب بازی شب خوی خوش. زیاد جان میروی؟ بله جانم میروم. معلوم است الکه دیر شده است. من روم. خدا حافظ. شبتان خوش. زورو جان من هم میروم. بخشش تو با کجا؟ به خانه. نه رسلین این شب با من خوب کن. عزیزم تو خوب هستی؟ خوبم، بسیار خوبم. بیمون با تو گفتنی های زیاد دارم. خیر من میروم. پاپا تو با کجا؟ آخر کارت الکترونی و جزدانم رو در خانم پرتفته اومدم. رفته گیرم. خیر سحری میروی؟ نه سحری وقت نمیوبیم. آخر حالا که وقت است رفته گرفته میویم. پیمی خیر مالش. با احتیاط شب خوب. شبی خوش. مالش نغز مانید. بگذیر. خیر. های زهرا تو چه حله داری؟ اما چی؟ در بیرون گپ زدن ها، نمیدونم آن خیلی نگاه ها. دومونوزیو لبای آقای فروخ شما مرا ترساندید. زیا جان با شما صحبت کردنم لازم بسیار مخفی است. بین هر دویمان ماند. مخفی؟ ها بسیار مخفی. دومولا با کمک شما احتیاج دارم. مرحمت گذارید. زورو آخر با من فهمون چی گپ از خواطر شدم. یک واقعه عجایب رخ داد. تا حد عجایب که حتی به خیالت راست نمی آید. تا همین درجه. زورو تو چی ها میگوی؟ چی خیل خیال؟ زودتر با من فهمون. زاغی سیو. باز همون موضوع. من فکر کردم یگون گپی دیگر شده است. نه همون موضوع نیست. سریدی یک چیز بسیار عجیب فهمیدم. چی رو فهمیدی؟ زاغی سیاه اولادار شده است؟ نه کی بودنی زاغی سیاه رو فهمیدم. کی بوده است؟
سمی چی؟ سمی؟ سفسطه نگوی زورو جون خنداور است با خودو. خنده آور بودنشو میدونستم. وقتی که من هم شنیدم خندیدم، اما اونقدر جدی بود که سیلین بسیار عصبی شد از سبب خنده من. این خیل شده نمیتواند، این سفسطه است. نه به فکر من هم سفسطه است. اما چی امو؟ عجایبه زوغیسیو سمی بوده است. با چشمونا بینم باور نمیکنم این ناممکن است. به فکر من هم، اما اونقدر جدی بود که سیلین به زوری گفت که زوغ سیاه منم. زهرا در حقیقت مانندی دارم؟ از کجا دارم سیلین؟ گویا که من سیمای او رو چند بار دیدم. چه خیلی از کجا دنیا آخر شما چند بار روبرو شدید کو؟ بله عزیزم، روبرو شدیم، اما گاه تاریک بود و گاه تیره. دوی ما در رویش نقاب بود سیلین. به خدا زورو، حتی من زوغی سیاه بودم میتوانم، اما سمی اصلا بودن نمیتوانم. این ناممکن است. چرا چنین میگویی؟ زورو خوب فکر کن، درباره سمی گپ زده ایستادم. گردی چشمش پروژنگ، رویش زردینه هست، در حیاتش نقاب نمیپوشد. به خدا به فکر تو سمی چرا چنین کرد؟ چون که او میدوند که تو به زوغی سیاه توجه داره، از این استفاده برده تو رو مسخره دارد. همین خیل؟ البته که همین خیل. آخر سمی با تو شوخی کرده است زورو، همون سمی میشناختگیت است. آخر به تو یک چیز رو فهمانم سیلین، هیچ به شوخی مانه نبود. اونقدر جدی بود که هنگامی فهماندنش چشمانش آب گرفتند. چشمانش آب گرفتند؟ چرا؟ خودش را به بینوایان، فقیران و به مشکل دارندگان، بینوایان، محتاجان بخشیده بود است. سمی؟ گوش کن مرا زورو، سمی حالا هم از تو امید دارد چی؟ ای سرسته نگوی سیلین، چند سال گذشت. آخر بینو چیکار کرده ایستاده است. به فکرم حالا هم دلش به تو است. یکی سمی در حقیقت زوغ سیاه باشد. شما را گوش دارم آقای فروخ. اکنون داملا شما شاید پای برده باشد مناسبت من و تولین عین حال نه آنقدر خوب است. با خدا من پای نبردم آقای فروخ، یعنی از بیرون این خیل نمی نماید. داملا در مجله خبری بافته برآمد این خیل گویا با یک دختر جوان یگان مناسبتی داشتم. البته که این دروغ است. در این وقت کوتاه مرا کم و بیش باید شما شناخته باشید. مگر من همین خیل کار میکنم؟ نمیکنید. البته که نمیکنم. شما با این خیل میجاد صاحب نیستید. اما این رو بیا و با طولین فهمم. نمیفهمد. مرا هیچ نفهمید آخر داملا. یعنی سالهای زیاد میشود اویله داریم، لیکن حتی یک مرتبه طولین مرا با پنجهش نگرفته است. با پنجهش گفته شما چی رو در نظر دارید؟ یعنی مرا خطا نفهمید داملا، من آنقدر آدم بی‌راه نیستم، بوده هم نمیتوانم. اما آخر در این قدر وقت یگان حرمت احترام باید میداشتم. همین خیل نه؟ چی دانم؟ یعنی طولین با من مهر پیدا نکرد، من را دوست نداشت. مگر این خیلی چیز ممکن است آقای فروخ؟ لطفاً اگر بین شما محبت نمی بود این قدر وقت اویله داری میشد؟ مگر دوست داشتگی است. آقای فروخ خفه نشوید، اما از من چی میخواهید؟ من نفهمیدم. یا خدا، این رو با شما چخیل گویم؟ مسئله این است که میخواهم که شما با من مصلحت دهید داملا. چیکار کنم که طولین با من مهر پیدا کند؟ از شما اصولش رو فهمیدن میخواهم. از من؟ بله آقای فروخ، یعنی من قاضی نیستم، من داملایم. بله، من برای همین نزد شما آمدم. برای این؟ یعنی چی خیل؟ داملا جان، شما در این خیل کارها راستی گپ استخوان نداره، چون که قلب زورو را در مدت کوتاه به دست آورده. شما وضعیت رو واهمه میکنید. نه این خیل نگویید. بینید زهرا دختری خوب و زیباست، اما انسانی بسیار مرکب است. تا این دم یگام کس قلبی او را به دست آورده نتوانست غیر از شما. من به شما گپ ندارم داملا، یعنی در مدت کوتاه زهرا را با اویله‌دار شوی راضی کردنتون بسیار موافقت کلان است. تشکر. با فکر من داملا سیری با یک زن تاثیر کردنتون را بغیر از شما کسی دیگر نمیداند. آن از همین سبب من برای این سیر آموختن به نزد شما آمدم. دو روز بعد فاتحه میشوی، حالا هم
از پسی سمی زوغی سیاه اوف بس کن سفسطگویی رو. چی کار کنم سلینا؟ چی کار کنم؟ یکی سمی در حقیقت زوغی سیاه باشد. زورا جون گوش کن، گفتم کن این خیلی ناممکن است. مایلش فرض میکنیم که سمی در حقیقت زوغی سیاه است. خیر چی عوض میشود؟ چی خیر چی عوض میشود؟ جانکم آخر تو نسبت سمی محبت نداری کو؟ نداری ها؟ البته که ندارم سلین. زهرا باوری داری؟ سلین جان ها؟ من تنها نسبت زوغی سیاه محبت دارم. عزیزم من هم به تو میگویم که یک سمی زوغی سیاه باشد. از این سبب پرسیده استودم. سلین با من فشار نیارو خیر. سرم خودش آمیخته شده است. گوش کن من زوغی سیاه گفته به خیال عاشق شدم. او برای من یک قهرمان است میفهمی؟ خیر بعد یعنی که اگر سمی زوغی سیاه باشد من او رو دوستش میتونم، یا که زوغی سیاه سمی باشد باز من وقتی زوغی سیاه رو دیدنم چی خیلی که هنگام زوغی سیاه رو دیدنم قلبم تپش کرد. وقتی سمی رو دیدنم بس زورو دیوانه شدم به خدا. اوف چی داد میزنی ها؟ آخر بس است. نه زوغی سیاه نه سمی بود در عصبم رسیدی زورو. به خدا مونده شدم خودش چی گپ است؟ من چند بار به شهناز گفتم در بالای سر من یک کاسه آب گذار. تو باشه یک پیاله آب میگذارده؟ مگر این برای من بسنده است؟ از داروها دهانم خوش شده. زورا جون گوش کن، تو با من بگو تو با دامولوز یا فوتیه میشوی یا نمیشوی، یا اینکه با خیالی زوغی سیاه عمرت رو میگذرونی؟ کمتری دیگر دوزن سری جان همه شنون منش. تیاره آقای فاروق؟ تیارم. گوش کنید اما با گپای گفته من نمیرنجید. خفه نشوید مایلش. نه دامولو خفه نمیشوم. آغاز کنه. مایلش پیش از همه لباس ها رو عوض کرده به این کار آغاز میکنید. چی اینها بدن؟ نه بد نیستن. یعنی شما با اونها کم پیر می نمایید. شما پیر نیستید کو. با خود لباس های ورزشی رو انتخاب کنید. مرا فهمیدید؟ مایلش دامولو لباس ها رو عوض میکنیم این آسان است. باز چی؟ آقای فاروق شکمتون رو کم آب کردن در کار. دامولو این شکم بعد از میلیس شد. یعنی میلیس بسیار کودک به اشتیا بود. با او من خوراک میدادم. او خورد گفته من بسیار میخوردم از همین سبب. یعنی این شکم از میلیس میروز گفته آب کردن نمیخواهید؟ نه این خیلی نیست. آب میکنم. چی کار کردنم لازم است دامولو؟ ورزش. با ورزش مشغول شوید. من به شما یک چیز رو بگم، زنها مرد ورزشگر رو دوست میدارن. مایلش با ورزش مشغول میشوم. باز چی؟ باز با خدا آقای فاروق یعنی خفه نشوید. چی خیلی گفتنم رو نمیدونم. یعنی شما کم چی استیلی شما کم چی زن کلام؟ بله میدونم دامولو. طولین هم بردمون مرا زن کلام گفته میستود. اما یعنی من چخیل از این وضعیت برآمدنم رو نمیدونم دامولو. آقای فاروق راه حلش بسیار آسان است. گوش کنید. در یگان موضوع یک روی میکنه. شما باشید مقابل آن رو میگویید. حتی از او هم زیادتر یک روی میکنید. فرض میکنیم با شما داد زد. شما بلندتر داد میزنید. بعضی چیزها رو محدود کنید. مثلا با لباس پوشیش کار گیرید. من چی دانم وقتی از بیرون آمدنش فرض کنیم در کجا بودید تا این دم چی کار میکرده گفته سوال ها دید. اما دامولو من با زنم باوری دارم. آخر این با باوری یگان علاقه ندارد. گوش کنید. هر زن اگر از هم زنی زمانوی باشد هم این چیز معقولشان هست. یعنی میخواهد که کسی آنها رو اداره کند. با قوت بودن مردی در مقابلشون بوده رو هیچ کردن میخواهند. یعنی این حسیات رو با او دید. مایلش دامولو این نش رو فهمیدم. باز چی کنم؟ یعنی ما بیرون برای سیر و گشت کنید صحبت کنید. دامولو زیو آخر این خیلی نمیگویم. در هوای تازه گیرید گفتند با عوض کردن مکان فرح می آید. مایلش دامولو اینش رو فهمیدم. باز چی؟ مدامی که شما رو پس میزند غمگینتون میکنه. یعنی مایلش خبری در روزنامه بوده رو بافتن نشمارید. اما بعضا حرکت های کنید که او رشک کنه. دامولو یکی تأثیری بد نرساند؟ نمیرساند آقای فاروق. اینها حقیقت های علمی می باشند.
فهمیدید؟ زنها چخیل گویم کمی رشک میکنند که اون حسیات های خوب بوده کمی در حرکت دارند. فهمیدید؟ میگوید که در حال قیمت من در نزد او زیاد میشود. آقای فاروق من همین قدرش رو با شما میگویم، در حال در چشمش عزیز میشوید. راست میگوید دامولا، با خدا راست میگوید. دامولا این گفته های شما رو یک به یک اجرا میکنم. شما این رو یک سنجید بعداً باز وا میخوریم. این هنوز فوتی است. به نکاح حالا وقتی زیاد است. همین خیل مایلش چی وضع می شود؟ آخر چه خیلی وضع می شود؟ این حال است که بودن زاغسیا هنوز پورا خبر ندارم. تا نکاح که بودن وی رو میفهمم. نفهمیده فاتحه رو اگر رد کنم بابایم رو بسیار غمگین میکنم. با خدا نمیدونم زورا انشالله آخر این کار بد نمی شود. زورا جون عزیزم من خوشبخت شدنی تو رو میخواهم. من میدونم سلین جون، میدونم و دیده ایستاده آخر همه چیز روی برو شده ایستاده است. که اثری نمیشه؟ چی گپ شده است؟ شخصی نامعلوم با من دل بسته است. با خونه با آفیس گل و شکلات ها میفرستاند. البته که علاوه بر این نامه های عاشقانه میفرستاند. حالا چی می نویسد؟ در خوابم شما رو میبینم، لطفاً شما همه رو بینید. یک چیز گویم، از این رقم شفته نمی شود؟ عزیزم از رقم های گوناگون پیامک میفرستاند. در کجا بودن چی کار کردنم رو خوب میدوند. زورا من بسیار میترسم. هیچ گم نی، آروم شو، نترس. خیر کی بوده میتواند؟ در اصل یک از در فکرم هست. کی؟ او رو غمگین کرده رنجونده بودم و فکرم او مرا مسخره کرده ایستاده است. در باره کی گپ میزنی؟ باز کی میشه داخل لیده؟ حالا من با اون شو میدیم. سردارم خداوند بزرگ شما را نگهبان باشن. بد دیگه نکنین. 2 روز پس کوارتیرم میام ایجا میرم. زیغ نشم در یک روز یک نان میخورم. سفسته نگوی. چخیل بار براحت باش. سردارم من پیشتر هم گفته بودم با خدا خانه‌تون بسیار زیباست. آرایش رو ینگه حلی کرد. در حقیقت خانه‌تون بسیار زیباست. خدا تابوت تایم خانه ببرن. اوه پرده $100. مرحمت. ممنونم. لیوینت وقتی که محبوبت در برات نیست اینها بیفایدند. سردارم بر سر فرزند آدم هر چی باید بگذارن. ینگه هله شما رو ترک نمیکنن. نخواه که چونین یکی تا با پرتیا بروه. نه این دفعه نیختر کرد. او با بابایش مانند است یک راو. سردارم شما در این باره بسیار منفی فکر نکنید. کمی خوب فکر کنید. فکر کنید که زندگیتون بسیار زیبا است، به یگان مشکلی دوچار نشده اید. همه چیز از تصورات آدم وابسته است. رفیق سردارم حاضر عادی کرده من به شما میفهمم. چوی تمامون بچه چوی تمامون انا که چشمکای تنگ تا بپوش. عیناً مانندی من چشماتون رو پوشید و تصور کنید. فکر کنید سردارم با خانه آمدن ینگه حله رو فکر کنید سردارم. در تق میشود. شما دویده در رو میکشید و ینگه حله به آغوش گرم شما میدراید. لطفا سردارم فکر کنید که زنگی در صدا میدید. زنگی در است؟ البته که زنگ میشود. شما خوب فکر کردن رو دام دید. اکنون خیزید خوش بود رفته در رو کشوید. ناز کرده رو نگردید. عشقم خوش آمدی. الان خیلی سردارم خوب فکر کنید. با آغوش گیرید. بیبوسش. اونالتو خوب هستی؟ با خونه برگشتنم رو فکر کردی مگر؟ کارت بانک جزدان همه چیزم رو در خونه گذاشته رفتم. آنها رو گرفته میروم. سردارم من این حال گویا صدا ینگه حله را شنیده ایستادم. شما هم میشنوید. من خیلی فکرهای خوب کردن گیرید. اینجا رو به خونه به زنها تبدیل داده اید. با نزدیکی هم یگان شب نشینی میکنید. چی کاری که خواهید بکنید؟ حتی آن دخترها رو هم دعوت کنید. من پروایی ندارم. نه سردارم نه.
این خیل فکرهای بد رو از سرتان دور کنید. فکر کنید که ینگه اهل میگوید که عزیزم من شما را دوست می‌دارم، بعد از این من بیایید، عاشق شما هستم. شد لوینت، اکنون بس است. آخر سردارم شما بازی رو ویران کرده ایستادید. باز رو خیل کنم اویلتون ویران میشود. ینگه اهل شما در حقیقت به اینجا آمدید نه؟ سردارم ینگه اهل اینجاست. ما هم حالا با سردارم به خانه آمدن شما رو فکر داشتیم. زنک جان لطفاً. اونال بس است اکنون هیچ چیز رو شنیدن نمیخوام. تمام. ینگه جان با کرنل بسیار ناحقی میکنید. سردارم شما رو بسیار دوست میداره. چه خیلی که من سیلی رو دوست میدارم. بخشیش از سر نو میگم ینگه جان سردارم شما رو بسیار دوست میداره. بس لوینت، دیگر گپ نزن. مانند خودت آدمان رو چه خیل مییابی. آفرین به تو. براو. حیاتم لطفاً گوش کن. الکی احتمال فرزنددار شدنمون است. این خوشبختی رو برباد نده. پدر شدن میخواهم. حاله خواهش میکنم. اونال وضعیت رو وزنی نکن. میروم دیگر نمیویم. سردارم غم نخورید. ینگه اهل رویاکی به شما بدی کرده ایستاده است. حالا هم به شما عاشق است. شما فقط فکری خوب کنید تمام. چه خیل خوب پسرم. مگر ندیدی چی شد؟ سردارم دیدم آخر به کار اومد. زنگی دف شد. بعد از اون به اینجا ندار اومد. انا قوای خوب فکر کردم. خیر آمد چی شد؟ مرا ترک رفت. اما سردارم این تنها برای آمدنش بود. برای آمده ایستادنش چشمان رو میپوشیم و دیگر خیلی تصور میکنیم همش خوب میشود. من به او چی کردم ها؟ چی کردم آخر؟ ای سردارم میگویم که نگم لیکن میگویم. قطعی امکی زنتان در گیرتان عروسا در طربخانه راستی که به شما نمیزیبه. پسرم با آنها یگان مناسبت ندارم. باور نمیکنی؟ نه؟ من نمیدونم سردارم دیگر تکرار نشود. چون که زنها درباره فرصت دویم بسیارم بیرم شده میتوانند. شور باش بچه. به من فرصت دویم را میدهد لوینت؟ البته میدهد سردارم. ینگه اهل شما رو بسیار دوست میدارد و شما بسیار عاشق است. تشکر به تو. بیا چاقت بگیرم. کن اینجا بیا. زنم را بسیار دوست میدارم لوینت. به او زندگی کرده نمیتونم. غم نخوره سردارم. اینها همش میگذارن. یک جای اینها رو پای سر میکنیم. سردارم در تلویزیون فیلم شپات یهودا رفته ایستاده است. تماشا میکنیم؟ مایلش بسیار سریال خوب است. آدم را شاد میکنن. مانده نباشد آقای ذوالفقار. رحمت دامولا زیا بله. شما را به صبحانه دعوت دارم. صبحانه؟ بله. مایلش چه خیلی صبحانه بوده از با آخر نمیرسد. ها هیچ کس نیست. روز بخیر. روز بخیر. سمی جان عزیزم من هم به تو گپ داشتم. گپ زن. من به تو باور نمیکنم سمی جان. و از روی این سفسطه زاغ سیاحت از من باید تو بخشش پرسی. زهرا جان چرا حالا به من باور نمیکنی؟ چون که صدای تو به صدای زاغ سیاه مانه نیست. چی خیلی صدایش نیست؟ ای من مالش وقتی که زاغ سیاه رو ببینم من در هیجان میافتم و وقتی او رو دیدن آوازش رو اهمیت نمیدم. اما انیق صداهای شما از هم دیگر فرق میکنه. گوش کن من اون شب نقاب رو برآورده وقتی زاغ سیاه بودنم رو به تو اعتراف کردم ایواز کردن آوازم به سرم نآمد آخر. ایواز کردن آوازت؟ بله من در خارجه این رو آموخته بودم. چی خیلی یعنی صدای گل و دیافراگما چی خیلی استفاده می شوند، فونکسیاهای اینها چیست، همه اینها رو من آموختم. بین پسیکولوژی انسان رو فکر کن. فکر کردم. بله انسان وقتی که در هیجان میافتد و وقتی ترسیدنش چی دونم وقتی یک چیزی رو دیدنش لرزش صدایش همه اینها رو در عموم از جهت علمی آموختم. منه آخر من برای شدت صدای شام رو برآوردن یک روز به شام نزدیک شده قریب محلم رو میسوزوندم. باش که میسوزوندی. مایلش زهرا جان همه‌اش رو یک طرف میگذارم. تو
برای صدای مانند نبودن به من باور نمیکنی؟ چی؟ روز بخیر. روز بخیر. بیاید روز بخیر امان جان. روز بخیر. ینگه جان به شما زیبید است. تشکر عزیزم، با تو هم زیبید است. روز بخیر بابا جان. روز بخیر جانم. خوشکی باش. معلوم که زوغیسیو تو هستی ها؟ تبریک میکنم سمین. یعنی هیلای نغز. سیلین چرا شما با من باور نمیکنید؟ ای خدا جون چرا من از خارج آمدم؟ زورو جون با فکرم راست میگویی. این جیدن میگوید که زوغیسیو من هستم. ملیس با پدرت گوی که مربای قلفینه رو با من هم درست کند. من هم خوردن میخواهم، به نزد خودش مانده است. از هم زبانوی باشد هم با آنها معقول است، یعنی میخواهند که کسی آنها را اداره کند. نه تولین، خودت گیر. амак ҷон, аз самбуса қафо мондед мегиред? Не ҳале ҷон, ман самбуса намехӯрам. чаро бисёр болоззати гарм аст? Парҳез кардам азизам. فاروق چی خیل پرهیز؟ ана михел тулин. روز فاتحه هم نزدیک آمده است. این خیل شما را با دستان خودم فاتحه میکنم. بعد از فاتحه هفته دیگرش توی می شود. با دام الله یا آیله داشتن نبیرم از همه چیزی بهترین حیاتم می باشد. چه سخنهای بزرگ. هله دخترم، تو هم امروز کارهای جدا شریعت را آغاز کن. میبینم بابا جان، امروز حتما میبینم. به طور ناخوام میبینم نگوی هلی. کی از پس این کار میشوی؟ هفته دیگر فاتحه زهرا است. چرا دو جشن نکنیم؟ ها؟ بسیار خوب میشود. با آن ادوکت گپ زن. حتی بعد از صبحانه رفته با آن ادوکت گپ زن. بابا با فکری من این رو اینجا گپ نزنه مایلش. میفهمم اون حال رو دوست نمیدارید، اما این فاتحه رو یک طرفه کنیم بعد همش رو حل میکنیم. من دوست نمیدارم. تو دوست میداره همین خیل، یا اینکه به من دروغ میگویی؟ بابا جان، شما اونال رو دوست نداشتنتان ممکن است، لیکن اپا هم بسیار او رو دوست میداره. تو کاردار نشو. تو در حال توی کن. هله تو در حال جدا شو. یگان ناراضی که نمیخوام. تمام. با اجازت شما. این رو بینه. اکنون آرام شدید بابا؟ با کفتی چپ خیستید مگر؟ برای شما شربت تیار کردم عزیزی دیدم. بخشیش سردارم. بیامان. اینش مربا دین شب کردم. مربای زردالو. دیروز کردی؟ سردارم شما سر کردن گید، من برای شما پیتزا تیار میکنم. گرم مکک بیخورید. سردارم مرحمت پیتزا. ینگه حالا خیلی تیار نمیکنه. بیسرم این خیلی املت پختن را از کجا مختی؟ با خدا مخالتان شید سردارم. بسیار بلازد. آخر سردارم از بیزنی مجبور شدیم یاد گرفتیم. بیسرم من باشم در پختن املت خود نمایی میکنم که عالی جناب میپزم. بسیار عالی جناب شده است. سردارم زود خونه که تو با کار دیر نمونیم. همین خیلی نیست؟ پسرم سفسده نگوی. من تا اینها را با آخر نرسانم به هیچ کجا نمیروم. بچه کوری پیشتنی گو کن.
سردارم غم نخورید، همش رو من توزه میکنم. میبخشی سردارم، من سر برای خسته کوسه و طبق شستم میونم کن. خیر مایلش اوزر میپرسم. 3804 با کسوف کردن کالتکیل از جان خیلی پول جمع کردم. با فکرم که برای توی با دبدبه گذاراندن این پول کمی میکنه. برای طرفخانه گوادی گرگان پولی بسیار در کار. به هر حال مظفر خدمت کن. او بسم الله. چیکار میکنی ها؟ بیا کیراز جان، وقتی تو رو دیدم ایسر و سمگی پویم رو با میزدم. آه شوکت، تو چی اینقدر در خونه میشینی؟ آخر با بیرون برآمده کم تماشا کن، گشت و گذار کرده هوای تازه گیر. من هم خیلی وضعیتم خوبه برادر، چی قمره کار میگیری؟ من تینجم. کیراز جان کویا بین؟ اینش باز کی باشد؟ خدا تابا. با شما در برای فوتیه صحبت کردنی بودم. البته مرحمت کمه به ترتیب است اینجا بخشش. ینگه جان خوش آمدید. خوش باشید. با اومدنتون ما رو خیلی خرسند کرده ینگه جان. بله خوش آمدید. خوش آمدید. ینگه جان همه خیلی راست میستد، مرحمت چی نداخیر؟ بله زهرا راست نیست. نه مشکلی ندارد، من نشستنی نبودم، راحت باشید. ما همین خیلی با برادرم وقتی تنها موندن برای وقت رو گذراندن کودکی امان رو بیاد آورده از همه بازی دوست داشتمان رو بازی میکنیم، یکدیگر رو میقپیم. بله داشته میگریزیم، یعنی انخترش چی میشود این خیلی؟ و بازی لباس قپک بسیار بازی شوق‌آور است. ینگه جان بیاید شما هم بازی کنید. چه خیلی بازی؟ بازی لباس قپک. بله من بازی سرکنک رو میدونم و این رو نمیدونم. بازی داشتنک رو نمیدونم. بازی لباس قپک اون رو همه میدوند ینگه جان، بازی مشهور است. شوکت بسیار بازی ها رو میدوند. بازی های بسیار است. بله درست میگویید. بخیر باشد. آمین. دامولا دعوت نامه های فوتی همون آمده، شاید شما خویشاوندانه تون رو دعوت میکنید. مرحمت. بله خانم زهرا، در حقیقت بسیار هم خوب فکر کردید. زهرا و زیا، بسم الله الرحمن در این روز خرسندی زهرا و زیا شما رو بسیار زیبا شده است. وای از اونه که اولین دعوتنامه رو من گرفتم چی گفتن؟ شخصی که اولین دعوتنامه رو میگیرد دعایش قبول میشود. همین خیلی بوده است. زود دعایم رو کنم. خدا قوشه قیرتان کنه. آمین. رحمت برادرم شوکت رحمت. خانم زهرا شما بسیار انتظار شدید، بخیر است؟ یکان گپ داشتید؟ نه ندارم. ینگه جان خوبه؟ خوبه. چخور نفس کشید؟ زهرا خوب هستی؟ مایلش حاضر، زود رفت آب بیار. خودت بیار. دیوانه بر این گپ نزن، رفت آب بیار. برادر من خیسته نمیتوانم میگویم. فقط خیسته نمیتوانم. شوکت مرا دیوانه نکن، زودتر رفت آب بیار. تونیک آب میگویه؟ آب بخی بیار. آب بیارید. نمره چی؟ خانم زهرا شما آب گفته بودید؟ بله کمی پیشتر وقتی که نفسم گرفت خواستم، اما زحمت نکشید، لازم نیست. شما اینقدر آدمون عجایب هستید. شما هم بسیار هوشیار بودید خانم زهرا. دیدی شوکت گلویش رو قپیده، با این بهانه ما رو به آشخانه روان کرده، خودش لباس رو میده. ای شما بلای یگه شیطانی. اما مرا هم در این بازی تا این دم هیچ کس مغلوب نکرده. من گفتم که ما در این بازی پروفسیونالیم. شما بازی کرده ایستاده بودید؟ شما ینگه ما یک ساعت در باره چی گفتی است بودیم؟ بسیار خنده ها برای شما. ما تو در کلونیم که ماننده کودک دیگه قدر شیرین کسی. این رو خودم هم میدونم. ایزو کشتم بکنم. آفرین. خیر میرش من میروم، اجازه دهید. خفه نشوید، از جایم نخستم، یعنی بازی دوام دارد. خیر ینگه جان. خیر البته. روزهای خوش با شما. دیدگی ها سلام گویه ینگه جان. ای برادر گوش کن پسرم. کیراز جان خب کن.
برای چی با خانم آب نآوردی؟ ای برادر نمیا کدادم آخی بفهم مرا خسته نمیتونیستم با چرا خس میگی تو مرا؟ خدای توبه من که خسته نمیتونم تو چرا نخستی؟ تو چرا خسته نمیتوانی؟ ای دیوانه به عقل من در بالای این نشستم برای نقاب رو اینجا پنهان کردن. تو این رو پنهان کرده باشی من چی رو پنهان دارم؟ ها این جوراب بوده است؟ جوراب بوده است. شوکت تو چقدر آدمی بیفهم هستی؟ خیلی میلش جوراب من باشد هیچ گپ نه، اما تو جوراب خود رو چه خیلی نقاب فکر میکنید؟ برادر برای من رو جنگ کردن تو یک حیات بهانه میجویی. چی من فال بینم که تو چمدان تو در بالای نقاب بود مونده؟ باید میگفتی ای ترم نکی رنگ کمپیران نوز نکه. در نزد او شرمنده شده. نه شرمنده نشده، مقال شد که گفت که شما شیرینکه. کلاس شیرینک. خانم سلیم офтоби аввали баҳор сумбули убуркунандаи нурҳои аввалини ман дар ҳоле ки ба ту ин қадар наздикам ин қадар дур буданат қалбамро дард медиҳад. бало занад ин қадари бад ҳам не. ملیس جان چرا که تو هر سحر مشق ایروبیک رو میکنی من هم از پس تو مشق میکنم. پدر جان نامی این پلاتیز است. خیر فرقش چی؟ ایروبیک باشد پلاتیز باشد با سلامتی فایده دارد؟ اوه بسیار. کنی گوی من از عهده‌اش میبرایم، یعنی من این شکم رو آب کردن میخواهم. اگر حوضی رو باز کنید در یک دومو شکمتان آب میشود. خیر میلش با من میآموزونی ها؟ مثلا این توپ چی فایده دارد؟ این پلاتیس از همه بهترینش میباشد. حرکاتش خیلی ملیس مشکل است ها؟ نه آهسته میآموزید. من هم به شما میآموزانم. میلش پدر جان بسیار عالی جناب میشود با پلاتیس. شما بردن بودن میخواهید پدر جان؟ ها بله. این خیلی باشد. ورزش و پرهیز شرط است. میلش دخترم این سال پرهیز کردم کو. نه این خیلی از پیش خودتون نمیشود. یک بار بر نزد دکتر رفتن لازم. تشخیص خون کردن لازم است. یعنی پیش از پرهیز کردن از دکتر گذرید خیلی خوب میشود پدر جان. برای این مخش سالم موافق است؟ آنقدر مهم نیست. مقدار سن سال یک است پدر. شوخی کردم پدر جان با نزد دکتر میرویم. میلش اول من کمی با این پلاتیز مشق میکنم بعد میرویم. پدر جان آخر پرهیز پلاتیز چه خیلی قرار دادید؟ دخترم با خودم گفتم که فاروق اکنون بس است. تو بسیار به احمدی کرده ایستاده با خودت. قرارهای نو دادم. از این پس همین خیل میشم. پدر جانی من. باز ملیس جان امروز با مرکز سودای اشان میرویم. با تنم یکم لباسی نغز گیرم ها؟ میرویم پدر جان میرویم. بیاید اول ورزش کنیم. میلش تمام من تیار. بینید اول من با شما نشان میدهم بعد شما اجرا میکنید. انا این خیل تمام. همین خیل انا این خیل با پشت میخوابیم. بعد توپ رو با پایهایتون این خیل میدارید. بعد با دستانتون میبردارید. چقدر نفس گرفته انا همین عمل رو اجرا میکنید. این رو بین از راستی مشق میکنده. تو چه حیله داری فاروق؟ توپ رو ده؟ ها اجرا میکنیم. توپ رو گرفتم همین خیله؟ نفس گرفته توپ رو میبرداریم. رفتیم شوکت دعوتنامه ها را تقسیم میکنیم. بعد از آن با بیمارخانه روان میگویم. یک گندامولا را خبر گیرم. با خدا وجدانم عذاب داده ایستاده است. بیا رفتیم. من کلاس کسی نمیرم. من آدمم. این را بینا جایگاه رو پرتاتا خوابه دیگر از اینجا نمیخیزی. تنبل زود خیز. بیا رفتیم. برادر میمونی یک کتاب خوش رو بخونم یا توبه. تو بیمارخانه پیش او امام خطیب میروی. من چیکار میکنم در بیرون میگردم. آخه یگان جا آشناور میبود میرفتم خطیب برای غم نتیجه رو. پسرم کی تو را گفت که با بیمارخانه میروی؟ من تو چی ها میگویی ها؟
چی میگم ای برادر نمیفهمی مرا حالا میرم ما عقیب تو میرم با امون مگزین شیرینی ها میرم زن نمیگ مرا میبینه این خیلی گوی تو چیکار میکنی کنی با من فهمون بخیر است چی مسخره میکنی چی خیلی مسخره برادر یک برده از شقه نقبیدیم از بالا شکایت کرد اوی پسر تو آدم برای نشسته چای سمبوست رو بخوری هیچ مشکلی نمیشود کی با تو کار میگیرد ما آدم برای نمی نشستیم میرفتیم زن نمی نیمه وای تو امروز با هر گپ زده ایستاده ای بخیر است این چه خیلی بیادابی است ما در این باره با تو گپ نزدیم شوکت گپ زده این موضوع رو پوشیدیم یا خدا توبه بس که کل است دیگر در این باره گپ نمیزنیم برادر موضوع محکم کسی همون مگزین یک بار دیگه میره آقیپدر بخدو نمیرم همون طرف دیگه ای شوکت تو چی مقصد داری چی مقصد داری من یگان مقصد ندارم برادر تمام من همین خانه گرم دا میشینم پیش که از کریشه از ما هستم خانه چورکنجه مرا کار نگیر برادر بریم اینجا سه کنجه چهار کنجه بسیار کنجه زد نیستم من خدایا توبه آخر ما از قفوی چی هستیم تو اینجا چی کار داری آدم ها نظاب دارم تو باشی راحت هستی شوکت خیز از جایت رفته مجبوری یگان اعتراض داری شوکت بخیر است چرا با من این خیلی مانندی کودکان نگاه میکنی رفته خدای توبه خیلی مایلش من رفته دعوتنامه ها رو تقسیم میکنم تو در مغازه بشین بعد میآیم میبینیم مرحمت خانم سلیم با شما چی خدمت کنم آدمی بی اور و بی ناموس جسارت نکردی که به مقابلم برای حلو باشد و بیادابی سر کرده ای ها یک دقیقه خانم سلیم یک دقیقه شما کی رو میگی چیکار کرده ای یعنی تو نمیدونی پینهانی به من پیامک گل میفرستونی بشرف خانم سلیم یک دقیقه شما رو کس غم داد از پشت توی بیاداب من از ترس شبها خوب کردن نمیتوانم مرا راحت گذار راحت خانم سلیم لطفاً آرام باشه مرا گوش کن این کار نکن وگرنه میکشمت چرا کار نکنم من حالا نمیدونم شما چه گفته ایستاده او رو بینیده میگوید نمیدونم دیوانه میشم دیوانه خانم سلیم لطفاً آخر عیب است چی گپ است اینجا چی گپ است چی شد سلیم اکی اونال بیاداب کی بیاداب است آرام شو فهمون چی شد اکی اونال از پسم کسی هست من میترسم میفهمی یگم کسی شوبه‌ناک است از یگم کس شبهه ندارم اما یک کسی انیق هست کیست کنی گوی باز کی میشد انا این احمق بی عقلی بی آدابه آخر که اونال همه وقت به خونم به آفیسم به همه جا گلها میفرستوند آخر دلگیر شدم بینید تلفنم پر از پیامک های مخفی میباشد این باشد گلی فرستاده این احمقی بی آداب است سلین آرام اکی اونال آخر من در حقیقت بسیار میترسم از خونه برآمدن نمیتونم راست در خوف ماندم از پس این بی آداب مالش آرام شو سلین اینجا کمی خطاگی شده است لوند هر روز به تو گل فرستاده نمیتواند معاشش به این کفایت نمیکنه امردک ما هم ذخیره داریم آخر پسرم سفسده نگوی گوش کن من هم همان پول را میگیرم این هم دین شب آخر با من بود در خانه من بود سحری باشد یک جای به کار آمدیم پس کی میتواند باشد گلاره این مردک روی کرده است من بزنش باورم نمیاد نباشد اون رئیس مافیا کنعانی دیوانه فرستاده باشد کنعان نه کنعان این کار را نمیکند با اون کار نمیزیبد اگر کنعان کرده باشد آشکار میکند گوش کن سلی جان کسی با تو یا شوخی دارد یا یگان کس مخفیانه تو را دوست میدارد یعنی یگان به آدابی نیست لطفاً آرام شو لیکن اکی اونال مالش عزیزم من جستجو کرده تلفنات رو سنجش میکنم از این بعد اگر به تو گل آید لطفاً سراغ گل دهنده رو گرفته با ما گوی تا که جستجو کنیم اجازت میدین 6 تا کارم رو کنم مایلش اکی اونال محترم جماعت 2 دقیقه انتظار شوید مرحمت میدونید آخر این هفته فاتحه داریم همه اتان رو انتظارم اگر بیایید شاد میشویم مرا خرسند میسازید مرحمت خدا خوشبخت گردانه دوملا خدا توی تا بخیریم تشکر خدا خوشبختی نصیبتون گردانه مبارک شود آمین خفه نشوید با همه دعوتنامه داده نتوانستم لیکن همه اتان رو انتظار میشوم برادرها اکنون
همه کسا کیسه ها رو خالی کنه از نام جماعت مسجد به دامولا را یک سله و جامعه نو میخریم. بله این کار رو نکنیم، البته نکنیم. استاد یک سوال داشتم. بپرس هجری. استاد در کدام دیوار تیمم کردن جایز نیست؟ تیمم؟ بله تیمم استاد. حاضر هجری، تیمم چیست؟ میدونی این رو؟ نه آخر اگر ندونی به من نگاه کن فهمانم. من میدونم استاد. کنی فهمان؟ تیمم رو استاد. بله استاد تیمم در وقت آب نبودن با خاک طهارت کردن است. این خیل حاضر. استاد دو دستمان رو با خاک دیوار میمالیم، بعد در روی دستمان کمتری خاک رو گرفته زیادتیش رو از دستمان با آنجا میپرتویم استاد. بله. بعد با دو دستمان از قسم پیشانیمون سر کرده این خیل استاد بر رویمون میمالیم، بعد باز دستانمون رو با خاک رسانیده باز بعد از همین کار رو کردن استاد با دست چپمون دستی راستمون رو بالایش رو بعد تگش رو بعد باشد با دستی راستمون استاد بالا و تگ دستی چپمون رو مالیده طهارتمون رو با آخر میرسونیم استاد. آفرین هجری، بسیار خوب فهمانده. خیر بغیر دیوار مسجد دیگر دیوار نمیشود استاد؟ یعنی این در دیوار رنگش روغنی یا تیرزه تیمم نمیشود از همین سبب استاد. آفرین هجری. سوال تو بپرس. چی سوال بود؟ استاد در کدام دیوار تیمم کردن نمیشود این رو پرسیدم. بله هجری، حالا که در دیواری رنگش روغنی و تیرزه تیمم نمی شود، دیوارهایی که از خاک نیستن در اونها هم تیمم کردن نمی شود. فهمو؟ فهمیدم استاد. آفرین هجری. خدا از شما راضی باشد استاد. رحمت دارم، از تو هم راضی باشد. خیر استاد جانی من. چه لوین من در حقیقت تمام خانم سلین یگان گپ گفتنتون لازم نیست. مرا بیهوده گفته بودید. این همی گپتون گند مرا سخت رسیده بود. خانم سلین چی قوایما میکنید؟ گل کیم میاره و شکر کیم میخوره. اکا اونال شناس میگفته هر روز آماده شکایت میکنید. این کار از روی آداب نیست. من با تو گل نفرستادم، اما خیلی که سردارم گفت از روی بیپولی نه. گل را زدی در سرم، دیلک مکردی گرم. السلام دامولا، خوش آمدید. السلام خانم برو. دعوتنامه ها را آوردم، مرحمت. برای ما رو هم با فاتحتون دعوت کردن تشکر میگویم. آخر شما را دعوت نکنم دیگر کی رو دعوت میکنم؟ این خیلی نگوید خانم. فرمایید. شوکت چی حال داری؟ حالی سنگ دارم برادر. دامولو عروست فریاد داره. دامولو لبه خانم. دامولو برای دعوتتان تشکر زیاد. از من نرنجید، من رفته نمیتوانم. با خدا که خفه نشوم. این خیلی نکنه. مگر این خیلی ممکن است؟ البته میوید. بیترم توی میگذره. خانم بیتول آمد؟ حالا نامده است دامولو. دعوتنامه‌اش رو میدادم و مگر این خیلی میشود؟ شما با من دهید، من با او میرسانم دامولو. نه، رو به رو یک واخوردن میخواستم. روزی گذشته نمیوایم گفته بود. شاید فکرش رو عوض کرده باشه. میلش دامولو. خیر میلش. شوکت تا بازدید. میل برادر. دامولازیا برای ما دعوتنامه نیست مگر ما از این محله نیسته. سیول جان، برای تو دعوتنامه های بهترینش را میکنم. همش مانند یه روزی اول میشود. کرته سفید چه فکر داری ها؟ نمیکن، زود از اینجا را، زودتر. نباشد قسم میخورم این زوالا گیرک را در سرت میده میکنم. آخر من چی گفتم؟ از برای خدا من چی گفتم آخر؟ تمام آرزوهای دختران جوان رو گفتم برای تو. دعوتنامه، کرته سفید، آرزوهای دختری جوان رو گفتم آخر. از روی تو همه آرزوهای جوانی هم برباد شدن. رو نباشد این زوالا گیرک را در سرت میده میکنم. رو میلش آرام شو عزیزم، عصبی نشو میلش. آن رو بجوش بذار عزیزم. بعد از این چه خیلی که میخوای همون خیل میشود. همش خواستی تو میشود.
علاوه بر این کشانت را قباقی نکن عزیزم و تو خنده میزبد. بله بله من روان باید میرم. دفشا گفتم. بخشش یک پیاله چای می آوردی؟ همش خوب شده است. خدا از شما راضی باشد خانم دختر. دیدی هیچ چیز نبوده است. بعد از این دیگر از خفای من نبرو، چون که بیمار میشوی. در خانه بسیار غوغا میکنند. اگر به خواهرش ضرر رسد طاقت نمیکند. ماشاءالله چه خوب. در اول بسیار فکر کردم که دو کودک را تنها چه خیلی نگاه و بین میکنم، اما بعد دیدم که اگر خواهرش را صاحبی میکند او را دائم محافظت میکند. من هم همین خیلی گکه داشتم. خفه نشوید. علمهایتان را به یادتان آوردم. خدا صبر دهد. در آن دنیا با میخورید انشالله. نه شما مرا خطا فهمیدید. اکای من زنده است اما ما مدتی دراز شد که یکدیگر را ندیده ایم. انشالله به دیدار یکدیگر میرسید. انشالله. خیر میلش هفته دیگر برای تشخیص بیایید. میلش یعنی همش خوب است و یک بار دیگر بینیم. کنی بیا جانکم. بیایید عزیزه کنم. از اینجا تو هم تیری. خدا شفای کامل دهد. تشکر. روز خوش. به شما هم. اکا اکنون در کجایی باشد بیایید. التماس بیایید. بسیار نزدیکم خواهرکم، اما اومدن نمیتوانم. از روی من به تو ضرر نیارن افته میترسم. سلام خانم بتول. سلام. روز یکشنبه فاتحه دارم. اگر آماده توانید خرسند میشویم. من پیشتر به شما ناآمدنم رو گفته بودم. به فکرم بسیار زحمت کشیدید. برای دعوتنامه تشکر. یک بار دیگر خواهش میکنم انا دعوتنامه. نمیفهمم چرا مجبور کرده ایستاده اید؟ مگر من مجبور کرده ایستادم؟ شما چی کار کرده ایستاده اید؟ یعنی من به شما گفتم که نمی آیم. شما دعوتنامه رو گرفته به بیمارخانه آوردید. برای چی؟ خانم بتول، تنها در این روز خرسندی امان با ما باشد خوب می شود. گفتم زهرا هم شما را بیند خرسند می شود، اما با فکرم ناراحت کردم. خفه نشوید. خواهری عزیزم، میدونم در دلت رحم داری، به این طاقت نمی کنی. خدا حافظ. دوموازیو لبای خانم. مایلش من برای اومدن کوشش میکنم، لیکن به شما وعده نمیدهم. خدا به مقصدت رسید. خوشبختی خانم. تشکر زیاد خانم بتول. میدونستم که راضی میشوید. بیایید خرسند میشویم. سمی چی خیزاقی سیاه شده میتواند. سلام. خوش آمدی. خوش باشی عزیزم. سلین جان بخیر است؟ در رویت رنگ نیست؟ شخص احمقی که گول و پیامک رو فرستاده است لیوین نبوده است. نفهمیده او را گناهکار کرده رنجاندم. خیر کی بوده است؟ اف نمیدونم. لیوین میبود خوب میشد. زهرا جان سفسطه نگوی. بیا این هم عصبهایم ویران است. همه چیز رو برعکس فهمیدن ممکن است، اما کی بودن لیوین رو میدونی و میشناسی. از آن بترس که از قفایت احمقی باشد و او را نمیدونی نمیشناسی. درست میگویی. زهرا جان امروز پگاه فاتحه دارید. چرا حالا هم این خیل میگردی؟ چون که بسیار غمگین شدم سلین جان. بسیار غمگین شدم. از یک طرف زی و از طرف دیگر زاغی سیاه. زهرا جان درباره من گپ زده ایستاده ای؟ نه عزیزم، درباره زاغی سیاه گپ میزند. دخترها
برای باور کردنتون باز چی کنم ها؟ خانم سلین لبای این دستگل برای شماست. تشکر. میدونم شما به من بسیار توجه کردید. به نزدیکی وا میخوریم. اون وقت چشمانمون به یکدیگر بر میخورن. کیست این احمق؟ کیست؟ دیوانه میشوم. عصبیم کرد. زورو جان بین به یزنه اونا گپ زدیم درباره ای که این کی باشد. یعنی او گفت که تنها دیوانه بودن نمیتواند. بغیر از او کی میتواند این کارو کند؟ آخر من نمیفهمم. عزیزم آروم شو لطفاً. سمی جان، تو در حقیقت میخواهی که زاغ سیاه بودنت را باور کنم؟ البته. پس این برای تو فرصت است. زاغ سیاه آدمان بد را دستگیر میکرد. کسی که سیلین را ناراحت میکند برای ما یاب. ما باشیم به زاغ سیاه بودن تو باور میکنیم. اون دیوانه رو؟ بله بله. شیرینا کمال خون سپوریده زود می آیم. مایلش پدر جان. چی شده ایستاده است؟ باز این لباس ها رو نشناسد. این لباس ها رو در یکانجا پنهان کردن لازم. السلام علیکم دامولا. خدا شفا دهد. خانم همشیره، دامولا را بسیار خوب نگاه کنید. او آدم بزرگ است. خدا شفا دهد. آی برادر، تو همانی؟ بله دامولا، منم. تو اینجا چیکار میکنی؟ این چه خیلی گپ دامولا؟ برای احوال پرسی کردن آمدم. خوب هستید؟ تشکر. خوبم. با خدا که دامولا از همون روز وجدانم عذاب داده ایستاده است. یگان احتیاج برآمد لطفاً به من خبر دهید. نه برادر، نه. و هیچ چیز احتیاج ندارم. دیدی که خوبم. اکنون میتوانی روی. زیارت بیماران کوتاه میشود. زود اکنون بیا. بیمار هستی؟ گوش کن برادر، تو از من چی میخواهی؟ بیمار نیستم. نه دامولا، شما کمی پیش شما زیارت بیمار گفتید. من بیمار فکر کردم، وگرنه شما را ماشین زده بود. ماشین هم نه، ماشین جنازه. مگر این خیلی چیز ممکن است؟ حتی ماشین جنازه نه، از یک نگاه ماشین جنازه رو شما زدید. یعنی این واقعه در دنیا هیچ رخ نداده است دامولا. بسیار بدبخت بودید. بدبختی من در دیدن تو هست. بدبختی من تنها تو هستی برادر. کاش که سراغ را از یگان کسی دیگر میپرسیدم. این خیلی نگوید دامولا. مهمش سلامتی شماست دامولا. یعنی سراغ را از من پرسیدید نپرسیدید فرق ندارد، اما شما خوب باشین که صحت سلامت باشید. تشکر برادر، تشکر. من خوبم. اکنون رفته میتوانی. در حال رو. خوب هستید دامولا؟ ای برادر، تو دیگر کار نداری؟ رو. نه دامولا، دیگر کار ندارم. یعنی اگر خواهد تا برآمدن شما در مسجد به جای شما نمازها را میخوانم دامولا. یا خدای توبه، تو امام هستی؟ نه نیستم. ای امام نباشی به جای من در مسجد نماز خواندن نمیتوانی؟ برازیگی خدا زود رو. من باید استراحت کنم. دامولا آرام باشید. شما صحت و سلامت باشید کفایه است. خوب هستید دامولا؟ من خوبم. اکنون زود رو. خوب هستید دامولا؟ رو. من خوبم از برای سبا. دامولا، اگر یکان چیز در کار شود شر نداره. ای شما از من چی میخواهید؟ آخر مرا راحت گذارید. اوف، دامولای ساخته بودن اینقدر هم مشکل بوده است. دامولای ساخته؟
дар маҳаллаи мухотиби нав таъин шудааст. аз падарам хоҳиш карданд ки хонаи дар боғбудора ба ӯ диҳанд. نه آخر دامولو زیا دامولوی ساخته؟ پس دامولوی حقیقی در اینجا خوب است؟ چه خیل هیچ چیز رو نفهمیدم. ملیس؟ پدر جان با تو چی شده است دخترم؟ رنگ رویت پریده است؟ نه خوبم پدر جان، برعکس رنگ روی شما پریده است. رنگ روی من از سوزندارو این خیل شد دخترم. ترسیدید؟ بله ترسیدم. چی شده است؟ جواب به این تشخیص ها رو گیریم. میرویم دخترم. رفتیم. مایلش پدر جان. وقتی داملازیا بلندی کرده است شوندی اکای کنعان دامادی قصر آقای اکرم شده است. دیل بیا و کن خور گفتن. ای احمق، مانند داملازیا با یک شخص محترم این حالت مگر زیبنده نیست؟ زیبنده است اکا، زیبنده. آفرین به هر دویتان. لیکن این گفت که نمی زیبنده. اکا دروغ میگوید. ای پسر، من به هر دویتان آفرین گفتم. به هر دویتان جواب به خودتان زیبنده را دادید. آفرین. همین خیلی نه پسر؟ البته فهمیدم اکا. اکای نمیفهمد. یک آدمی بفهم است. چی گفتی سودیان؟ خاموش شوید. اینو آن را گذارید و برای فاتحه داملازیا این خیلی یک کاری عالی جناب کردن نمان لازم است. این را فکر کنید. اکا جان او فکر کردن نمیتواند. زوالا گیرکی سوال رو گرفتن در سر این مایده کنم. نه افتی این رو بین زوالا گیرک حیف می شود. نمک لبا اکا دمت رو گیر. خاموش شدم اکا. داملازیا از داماد بودنش خرسند می شود پسرم. البته که خرسند می شود اکا. بین این آدم خودش رو چخیل با اونجا در آورد. آدم؟ بله. و این چی خیل گبزنی ها؟ آخر تو چی خیل حیوان هستی؟ آدم مادم کم ترکک اسلوبت را درست کن. تایلاق نسبت داملا کم احترام کن. رویده داملازیا را تنها دیدم، لیکن این آقای اکرم را ناراحت میکند. او را تنها نباید گذارم. از جهت مادی و معنوی در برش بودنم لازم است. از طرفی داملا هستم من. از این رو باید یگان کار کنم. دکتر، معلوم شد که نتیجه های تشخیصم برآمدن ها؟ من هم میدانم که عمر زیادم نمانده است. اقلا میخواهم بفهمم که برای آیله دار شدن این نبیره‌ام را دیدن وقت دارم یا نه. لطفا دکتر به من گویید آیله دار شدن این نبیره‌ام را دیده میتوانسته باشم؟